چطوریم بچه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره بریم یه پروژه رو از 0 تا 100 همراه من انجام بدیم، یه کاراکتر کامل بسازیم و ببریم جلوی دوربین. معمولا همیشه یه ایده خام از اینجا شروع میشه که یه کانسپت کلی رو پیدا میکنیم، حالا میتونه منبعش هر جایی باشه. پیدا میشه اون کانسپت، میایم طبق اون کانسپت یه سری مود بورد میسازیم از اینکه چه شوتایی میخوایم داشته باشیم، چه رنگ بندی، وایب چیه و اینطور مسائل. و بعد از اون به فکر این میافتیم که خب بخوایم بک‌گراند، لوازم لازمه رو بچینیم، ایجاد بکنیم، استایل چی باشه، میکاپ چی باشه و اینطور چیزا. به طور کلی من هر چند وقتی میام یک عکاسی اینطوری مثل یه چالش برای خودم ایجاد میکنم و یه ایده رو بالا پر میدم، تغییراتی توش ایجاد میکنم و میبرمش جلوی دوربین. و چرا میگم چالش؟ چون نورمالی به خودم میگم که اجازه خرید هیچ چیزی ندارم، اجازه تهیه هیچ چیز جدیدی از هر نوعی توی میکاپ، لباس، هر مسئله رو ندارم و باید بیام اون قسمت خلاقیت مغزم رو روشن کنم، ترنان کنم و از اون استفاده کنم برای چیدن هر چیزی که مربوط به اون کانسپته با هر چیزی که دارم در اختیار. من هر چیزی که نیاز دارم، تمام عکس و ویدیو، هر چیزی که مربوط به کانسپتم هست از پینترست پیدا میکنم، دانلود میکنم و بعد میارم جمع‌آوری میکنم داخل اپلیکیشن یا وبسایت کنوا. بچه‌ها کنوا خیلی بهتون دسترسی خفنی میده از اینکه بتونید راحت بچینید هر چیزی که نیاز دارین. من نمیدونم شما اگر تجربه های دیگه‌ای دارید که کار باهاش خیلی راحته، حتما برام بنویسید و ببینین که اینجا ریزالتو چه شکلی ایجادش کردم. یه مود بورد کلی داریم از تصویر برداری، نوری که قراره ایجاد کنیم، از اینکه قراره از رفلکتور استفاده کنیم، وایبی که قراره ایجاد بشه توی تصویر برداری و همه اینا رو من چیدم. اینجا داریمش و پایین ترم میایم روی فوکوس برای میکاپ، اینکه قراره میکاپ چطوری باشه. اینا رو با تیم شیر میکنیم و میریم برای شروع کردنش. بریم برای یه میکاپ کاملا شاینی گلویی با کلی گلیتر. برای همین خوب درست حسابی باید پوستم آبرسانی کنم چند بار و بعدش میکاپ رو شروع کنم. خیلی بچه‌ها به مدل مو فکر کرده بودم نسبت به این کانسپت که بخوام کامل اسلیک کنم، بخوام یه سری تار مو رو حالت بدم روی صورت، اما از اونجا که جدیدن یه تصویر داشتم که دقیقاً با همین هیر استایل رفتم، نمیخوام دوباره همین حالت رو پیاده کنم روی فیس و موهام. به ذهنم رسید که موها الان شسته شده و خیسه، همچنان میخوام توی همین حالت خیس نگهشون دارم، بهشون میبی ژل، تافت یا هر چیزی بزنم و همین حالتی که هست اسلیک و پشت باز بمونه. شاید از گلیتری که روی صورت قرار استفاده کنم یه مقداری هم توی موهام ببرم. و اینکه برای استایل در حال حاضر بهتون نشون بدم که یه دونه بالاتنه مشکی کاملا ساده پلین انتخاب کردم با یه دونه دامنی که اینطوری شاین داره. 2 تا آپشن دارم برای پوشیدن کفش که اولی فیوریتای خودم، اما 2 حالت داره. یکی این که انگاری شاید زیادی بشه با دامن چون هر دو خیلی شاینی و خیلی شلوغن، اما فکر میکنم که شاید هم به خاطر حضور رفلکتور که قراره نور خیلی زیاد توی لنز دوربین بازتاب کنه و نشون بده، شاید میبی قشنگ بشه. اگر خوب نشد با یه کفش مشکی پلین پاشنه باریک پیش میبریم. من میرم یه کوچولو دیرم شده، سعی میکنم خیلی صحبت نکنم، میرم شروع میکنم میکاپ انجام دادن. لوازممو گذاشتم آلردی، هین میکاپ میگیرم بهتون نشون میدم تو ذهنم چیه و استایل با هم کامل میکنیم، کار رو میچینیم و میریم سراغ تصویر جدید. این دیگه میکاپ خاصی اضافه نکنم برای چشم و فیس و اینا، کلن یه کانتور سنگین و سیاهی چشم. میخوام در ادامه برم روی کلن گلیتر و شاین، فقط هنوز نمیدونم که چه قسمت هایی رو بزنم، چه شیپی بزنم و به ذهنم رسیده یه دونه کلن این پلته که خیلی شاین گلیتر های درشت داره خودش، این کامل میبینید، یا این که کانسیلر رو به حجم زیاد که تیکه تیکه بشه
بزنم حالت یه شیپی روی صورت و از این گلیتر نقره رنگ استفاده کنیم روی اون. بچه اول میرم برای تست این یکی با کانسیلر، ببینیم که چطور میشه. حجم زیاد، وای چطور میخوام اینا رو صورتم پاک کنم بچه. شیش در مرحله اول میبندم که نترکونمش. استعداد خاصی دارم که این مسئله چجوری بهتون نشون بدم. بذار بریم جلو. یه همچین شاینی میشه. فکر کنم خیلی بیشتر از اینا هم بتونم به شاین بزنم. بریم برای تست این یکی پلت. مثلا سخت شد بچه. فکر میکنم باید هر دوشون میکس کنم. سوری من جلوی دوربین نمیتونم با تمرکز بیام این شکلی میکاپ کنم، پس میکاپ انجام میدم به بخشیشو و میام مجدد باهاتون شیر میکنم. بچه من تصمیم گرفتم تمام صورتمو پر کنم از این گلیتر با یه براش بزرگ و بعد از اون گلیتر درشتر میخوام یه فرم تیکه تیکه شاید روی صورتم گلیتر بزنم. مطمئنم که الان اینطور به نظر میرسه که یه کمی ویرده، اما وقتی جلوی دوربین با اون رفلکت و اینها بره نظرم عوض خواهد شد. فاصله واقعا دیده نمیشه من با صورتم چه کردم، اما فکر کنم هر کی تو خیابون منو ببینه و خوش میگه وات داره چی کار میکنه این دختره. اما دیگه بعد این همه سال فکر کنم باید برای من طبیعی شده باشه. از همین الان داره شاینه میره داخل چشمم و درست نمیبینم. فکر کنم میدونید که من چشمم ضعیفه، همیشه لنز طبی داخل چشممه. فکر کنم من نباید رانندگی کنم بچه‌ها. کول. فکر میکنم که باحال شده تا اینجا بچه ها و با لباس و تکمیل شدن بقیه چیزها این به چشم میاد و قشنگ تر خواهد شد. گایز من احساس کردم که اصلا از فاصله دور دیده نمیشه که من دارم چی کار میکنم روی پوست. واسه همین خواستم ببینین که این چیزیه که داریم بهش میرسیم. میرم برای ادامه‌اش. داریم نزدیک میشیم بچه ها به چیزی که میخواستیم و کانسپتمون بوده و واو خیلی دوستش دارم بچه ها. اینقدری که دوربین الان داره میگیره شاین خیلی بیشتره. نمیدونم چرا اونقدر دیده نمیشه. خیلی چیز خفنی در اومده. عاشقش شدم. شاید یه کوچولو براتون عجیب باشه اما میخوایم بریم و تمام کاری که با گردن و صورت انجام دادیم و شاین رو بیاریم روی شکم و پهلو، چون قراره یه دامن مشکی که بهتون نشون دادم اول ولاگ قراره اونو باش بپوشیم. پس قراره این شاین گوگلمون رو اینجا هم کمی استفاده کنیم. خیلی خیلی نگران این بودم که قراره چطور پیش بره بچه ها، چون اول از همه اصلا آوتفیت نداشتم و خیلی لباسای مختلف پوشیدم اما دلم نخواست که اون استایل رو داشته باشم واسه این کانسپت و این عکاسی. و بیشتر از همه چیز خیلی الان خوشحالم بابت موها و میکاپ. I don't know but فکر کنم با همین چیزایی که داریم موفقیت آمیز پیش میریم و برای عکاسی خفنی رو رقم بزنیم. و یه نکته‌ای که همیشه صدق میکنه راجع به همه عکاسی‌ها اینه که کلن جلوی دوربین و وقتی که توی اون کرکتر توی اون جایگاه از اون عکس قرار میگیری اینقدر همه چیز کنار هم کمباینش خفن‌تر میشه که قشنگ یک چیزی که دنبالش از نظر مغزی رو میتونی ایجاد کنی اونجا. قبلش پارت اونقدر شاید به چشمتون خفن نباشه. الان نمیگم کلا هر پروژه میگم، الان که گلام خیلی همه چیز پرفکت و عالیه. عاشقشم واقعا، عاشق لوکم، عاشق موهام و مطمئنم که قرار خیلی خفن تر شه. میرم دامن رو بپوشم و سعی کنم دقیقا همون قسمتی از شکم که دیده میشه رو بیشتر فرم بدم. گایز این شد از موها میکاپ. این اکسسوری رو هنوز نمیدونم استفاده کنم یا بذارمش کنار. این شد لباسم. خب عشقای من آمادم، خب حرکت کنم برم سمت تصویر.
این کت علیه سلامم برای اینکه این رو بپوشم. از اونجا که خیلی پوشش اسنومی نداریم باید رعایت بکنیم اینجا و بزنید بریم تو مسیر هستیم با هم تا برسیم و بالاخره فاینالی این تصویربرداری رو شروع کنیم. امیدوارم که همه چیز اوکی و کمباین خاصی درات مثل همیشه. لوکیشن ای خدای من تو چه موجود هستی؟ من آهنگای گربه دارم به خودم وصل احتمالا. زنگ میزنیم به عکاس که بیاد در رو برامون باز کنه بچه ها. سلام کنید به ستاب خفن به این لایتینگ و نور. وای خیلی بچه ها ذوق دارم و زودتر میخوام برم و تستینگ لایت رو شروع کنم. مثل همیشه اول شاتای تست رو گرفتیم، لایت رو چک کردیم، تغییرات رو انجام دادیم و الان میریم برای پروسه اصلی گرفتن عکسای نهاییمون. گایز نیزار یکی از عکاساییه که من خیلی تبادل نظر دارم باهاش و همیشه خیلی اوپنه، خیلی اوکیه که من نظرمو بهش بگم، ایدمو بهش بگم و ازش بخوام که یه سری تغییرات رو توی نور یا انگل تصویربرداری انجام بده و این خیلی باعث میشه احساس راحتی بیشتری داشته باشم. هر چقدر تعریف کنم از خفن بودن این شوت‌ها واقعا تمومی نداره. هم خودم خیلی اوکی راضی بودم، هم تصویر بردار و واقعا حال کردم با ریزالت. بچه‌ها عاشقشم. رنگ و نور، میکاپ، مو، همه چیز خیلی خفن‌تر از چیزیه که حتی تصور می‌کردم. قشنگای من، اینم از ولاگ کامل و 0 تا 100 چیدمان یه تصویر برداری. مطمئنم ریزالت خیلی خفن خواهد شد. بعد ادیت میتونید تو اینستاگرام پیجم ببینیدش و میمونه یادآوری. بچه‌ها هر زمان داخل ذهنتون یه هدف، یه ایده، ذهنیتی دارید بدونید باید مسیر رو پله پله بسازین. راه باید راه خودتون باشه که تهش یه حرفی واسه گفتن داشته باشین. دوستتون دارم. ولاگ بعدی میبینمتون.